اگه از غذای تکراری هر روز خسته شدی، حتما سوشی رو امتحان کن. این غذا مال آسیای شرقیه و طرفدار خیلی زیادی هم داره. ابتدا برنج سوشیتون رو رد بشین. یه برنج مخصوصی ازش که وقتی میپزه حالت چسبندگی بیشتری داره نسبت به برنجای دیگه. برنج قشنگ بشوین و بزنین دمی بشه، یعنی بدون روغن و نمک. بعد بهش سرکه برنج، روغن کنجد، یه مقدار شکر و نمک رو اضافه کنین و هم بزنین و بزنین تا کاملا سرد بشه. تو این فاصله مخلفات وسط سوشی رو آماده کنید، مثل ناگت مرغ، تونفیش، سبزیجات مثل خیار، پاپریکا، آووکادو و ماهی لکس خام که روی سوشی قرار میگیره و احتیاج داریم به جلبک دریایی. روی قسمت مات جلبک دریایی مقدار برنج بریزین و قشنگ با دست فشار بدین تا کاملا پخش بشه. وسطش سبزیجات، ناگت مرغ یا تونفیش یا هر چیزی که دوست دارین بذارین و به این صورت لولش کنین. لولتون هم باید کاملا سفت باشه تا سوشی از هم باز نشه. سوشی انواع مختلفی داره که من امروز از تون ماهی و ناگت مرغ استفاده کردم. شما میتونید از میگو و ماهی لکس هم استفاده کنین که خیلی خوشمزه میشه. این هم یه مدل دیگه از سوشی که روی جلبک دریاییتون کاملا برنج پخش کنین و یه گوشه‌اش یه مقدار پنیر خامی بزنین که من از پنیر خامی سبزیجات دار استفاده کردم. خیار، پاپریکا، آووکادو رو وسطش بزنین، لولش کنین. روش ماهی خام لکس بذارین و فشار بدین، یا که حتی میتونین اگه ماهی دوست نداشته باشین روش فقط کنجد بریزین و همین دیگه برش بزنین و سرو کنین. اگه خوشتون اومده لایکش کن و سیوش کن و بفرست واسه دوستات.